ایجنت، مأموریت امروز تو ساده است. امروز 3 نفر از نیروهای ما و یکی از دایرکتورهای سازمان توسط CIA دستگیر شده و در پادگان نظام وظیفه نگهداری میشوند. اونها در حال بازجویی هستند و اطلاعات محرمانه‌ای رو در اختیار دارند که هیچ کس نباید از آنها باخبر بشه. متاسفانه طبق دستورات سازمان هیچ کدام از آنها نباید از این پادگان زنده خارج بشن. پس هدف اول تو وارد شدن به پایگاه و از بین بردن این 4 هدف تعیین شده میباشه. هدف دوم تو توان عملیاتی پایگاه نظام وظیفه است و باید تا حد ممکن اون از کار بندازی. این پایگاه محل استقرار نیروهای حرفه‌ای، F-14 هانتر و تجهیزات پیشرفته دیگر است. باید تمام تجهیزات و زیرساخت‌های مهم و هدف قرار بدید و تا جای ممکن توان عملیاتی پایگاه رو کاهش بدید. ایجنت، وقت زیادی نداری. وارد شو و مأموریت رو کامل کن. موفق باشی. فرمانده، من به پادگان رسیدم. دارم پادگان رو نگاه میکنم. دنبال بهترین موقعیت میگردم. از برج مراقبت شماره 2 پادگان به جنگنده مزاحم. لطفا سریعا محدوده رو ترک کنید. بین اختار من. قربان، اونها دارن به من هشدار میدن، ولی من تا آخرش اینجا میمونم و تمام تجهیزاتشون رو نابود میکنم. از برج مراقبت پادگان به جنگنده F-14. لطفا سریعا محدوده رو ترک کنید. این اختار دوم منه. قربان، من بالای نظام وظیفه وایستادم. اولین موشک رو به زودی لانچ میکنم. از برج مراقبت پادگان به جنگنده F-14. هشدار منو جدی اولین بگیرید و اهداف به سریعا موقعیت رو موفقیت ترک نابود کنید. شدن. قربان، سیستم دفاعیشون به شدت ضعیفه. من میتونم بالای این منطقه بمونم و تا جایی که میشه نابود کنم.
قربان 2 تا جنگنده روی فرودگاه بغلشون میبینم، اونها رو هم بمبارون کنم. مأموریت با موفقیت انجام شد. تمام سربازامون، تمام خدمتکاراشون، تمام جنگنده هاشون و تمام وسایل پیشرفته‌ای که داشتن نابود شد. من دارم به آشیونه برمیگردم. آشیونه رو میبینم قربان. من با موفقیت فرود اومدم قربان. مأموریت با موفقیت انجام. قربان مأموریت با موفقیت انجام شد. فکر میکردم با مستقر کردن اون همه تجهیزات و نیرو میتونن از پایگاهشون محافظت کنن، اما ظاهرا یه چیز رو فراموش کرده بودن. ما همیشه یک قدم جلوتر بودیم. سیستم هاشون از کار افتاده و پایگاه دیگه توان عملیاتی نداره و من هم با موفقیت فرود اومدم. اونا برای دفاع آماده شده بودن و ما برای پیروزی. پایان.